بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مخلصان عزیز و گرامی. الله متعال شما و ما را مورد رحم و برکت خود قرار دهد. امروز در مورد ذکر الرحمن صحبت می کنیم. الرحمن یکی از نامها و صفات الله متعال است، یکی از اسماء الحسنا است. اسماء الحسنا کلید فیض و برکات زیادی است، اگرچه این ممکن نیست که در اینجا تمامی خواص، معانی و اثرات ذکر الرحمن را برای شما عزیزان بازگو کنیم، ولی به قدر توان و استطاعت خود شما را ترغیب میکنیم و تا انگیزه و جرقه در دلتان پیدا شود و متباقی راه را خودتان پیدا کنید و تمامی خواص و اثرات و برکات آن برای شما قابل درک خواهد بود، چون خواص اسماء الحسنا برای عاملین آن طوری معلوم می شود که قابل وصف نیست. زمین و زمان و آسمان ها و کهکشان ها و عوالم مختلف را در بر می گیرد. برای عاملین ذکر الرحمن چنان بینش و بصیرت حاصل می شود که تنها خود شخص قادر به درک آن می باشد. الرحمن صفت مهربانی خداوند را بیان می کند. الله با آموزش دادن اسم الرحمن به بندگانش یک رحم بزرگ به بندگان خود کرده است و می‌خواهد بندگان صفت مهربان بودن و بزرگی در بندگان او هم متجلی شود و بندگان مخلصی که به ذکر این اسم مبادرت می‌ورزند، صفت مهربانی در وجود آنها متجلی می شود. با ذکر هر یک از اسما و صفات خداوند، آن خصوصیت و صفات در وجود انسان متجلی می شود. طوری که می دانید صفت مهربانی صفت بزرگی است. هر انسان که دارای صفت مهربانی است، قطعا او دارای صفات و خوبی های بسیار دیگری هم هست، زیرا انسان نادرست نمی تواند مهربان باشد. درست است؟ اگر شما به ذکر الرحمن عامل شوید، به یقین چندین صفات دیگر هم در وجود شما و در شخصیت شما رشد خواهد کرد و دیگر ضعف‌ها و ناتوانی‌های شما را مرفوع خواهد ساخت. خودتان با خودتان مهربان می شوید، گذشت پیدا می کنید، بزرگی شخصیت شما زیاد می شود و خصوصیات دیگر نیک در وجود شما پیدا می شود. صفات بد مانند حسد، بخل، کینه، انتقام، بدخواهی و غیبت و رنجیدن، دلنازکی و صفات دیگر کاملا از شما دور خواهد شد. وقتی صفات بد از شما دور شود و صفات رحمانیت در شخصیت شما پیدا شد، خود به خود مورد رحمت و مهربانی و برکات خداوند متعال قرار می گیرید. شما سعی نکنید این صفات را برای نمایش انجام دهید. شما سعی نکنید مورد توصیف دیگران قرار گیرید. مردم شاید قسی القلب باشند و بعضی از آنها هم هیچ وقت قدر شما را ندانند و اصلا مهم نیست. شاید وقتی به این ذکر مانوس شوید و صفت مهربانی شخصیت شما را متحول کند، دوستان برای شما پیدا شود. این دوستان اگرچه آنها برای شما دوست باشند و قصد دشمنی نداشته باشند، برای خوبی و این صفت خوب شما جذب شدن، به خاطر نمی صفت خوب شما اینا جذب شخصیت، اما به دوستی کردن خود نمیدانند و از این ناحیه دوستی آنها مورد اذیت قرار میگیرید. و یا شاید کسایی باشد که از مهربانی شما سوء استفاده کند و قصد استفاده داشته باشد. به این صورت شما این افراد درخواست‌های غیر معقول، غیر منطقی از شما در امور دنیوی داشته باشند که شما باید متوجه باشید و ذکر الرحمن ادامه بدهید و اجازه ندهید و این افراد را به صورت مهربانانه باز هم کنترل کنید که تا آنها نرنجند و مقصد شوم اگر داشته باشند بر شما پیروز نشود، زیرا که باز خدا نخواسته مورد سوء استفاده قرار نگیرید و رحمانیت شما خراب نشود، که به این صورت از امتحان الهی پیروز بیرون بیایید و آنگاه صفت
رحمانیت و وسعت قلب دل شما زیادتر می شود. اگر کسی از شما به دلیل قبول نکردن درخواست‌های غیر منطقی و غیر قابل پذیرش رنجید، نگران نباشید. طریقه عامل شدن ذکر. دوستان، اگر میخواهید طریقه عامل شدن به این ذکر را بفهمید، طریقه عامل شدن به این ذکر و تجلی آن در وجود شما، حتی اقل ذکر کسی را 300 مرتبه در روز است، یا در شب یا در روز، یعنی در یک 24 ساعت. موضوع تکرار و تعداد این هست که انسان با تکرار و بیان یک اسم او در دل و قلب و ضمیر او نفوذ می کند. به این اسم با تکرار یک مطلب وجود انسان تأثیر گذار می باشد. زمان انجام آن وقتی است که شما سرحال هستید و توجه بیشتری نسبت به می ذکر الرحمن که میگویید هستید. در زمان ذکر الرحمن متوجه رحمت و برکت خداوند باشید. توجه کنید به تمامی رحم و برکات که چگونه مخلوقات مورد رحم قرار می گیرند، توسط نور خورشید، توسط باران، توسط رایحه های خوش، توسط غذا، توسط دوا، توسط هوا، آب و هوای خوب، توسط مناظر خوب، توسط انسان های رحمانی و انسان ها پدر و مادر و انسان هایی که برای شما خیر و برکت می رسانند، توسط تمامی آن چیزی که در اطراف شما هست و برای شما خیر و برکت می رسانند، آن از طریق رحمت خداوند و مهربانی خداوند بر شما می رسد. تمامی مخلوقات رحم و مهربانی می کند. هم توجه کنید که چگونه از حیوانات برای ما بهره حاصل می شود. حتی مهربانی در دل انسان ها ببینید که چقدر انسان ها در کجاها چه کسانی به که دیگر مهربانی می کنند. حتی در بین حیوانات شما صفت مهربانی را می بینید. تمامی عالم و کائنات صفت مهربانی الله جل جلاله را بروز می دهد، نشان می دهد. سعی کنید آنها را ببینید که خداوند چقدر بدون کینه و یک نواخت به تمامی مخلوقات مهربانی می کند، به خاص و عام به تمامی مخلوقات. مثلا در نعمت‌های دنیوی از قبیل خوراک‌های خوشمزه، مسکن و جا، وسیله‌های نقلیه و رایحه‌های خوش، مال و اموال فراوان برای همه مخلوقات رحم و مهربانی کرده است. در قرآن کریم اکثر آیات صفت رحمان و رحیم با هم یک جا آمده است و مثل که اینها مکمل یک دیگر هستند. اینها با یک دیگر نمایش و یا ظهور پیدا می کنند، زیرا صفت رحمانیت و رحیم بودن اینها با هم انجام می شود. مهربانی الله، بخشندگی الله با هم یک جا می باشد. شما وقتی با ذکر الرحمن عامل شوید و بر شما درک پیدا می شود، درکی بسیار عمیق و گسترده، می دانید که صفت رحمانیت، صفت دیگر و اسمهای دیگر هم رابطه نزدیک دارد. همه همدیگر را مثل این که حمایت کنند و با یک دیگر یک جا هستند، با یک جا ماهیت پیدا می کنند. وصف این بعد از این که شما عامل شوید برای شما قابل درک است. شاید از گفته های من نیز برای شما قابل درک نباشد و اینها همه در برگیرنده یک دیگر هستند، توأم و عجین با یک دیگر هستند که ما در اسم الله، در ویدیویی که اسم الله را حذف کردیم گفتیم که الله ذاتی است که تمامی اسمها و صفات خداوند تنها در اسم الله گنجانیده شده است. برای بحث پایانی هم بگیم که طوری که از آیات قرآن کریم نتیجه گرفته می شود، علاوه بر برکت‌های دنیوی، برکات و اثرات دنیوی که برای انسان‌ها و مؤمنین و غیر مؤمنین و تمامی کسا داده میشه، صفات خاصی است که خاص برای عاملین ذکر رحمان داده میشه. کسانی که مؤمن به الله هستند، به پیامبران هستند، به قرآن هستند، پیامبران بر حق قبول دارند
و کسانی که نماز میخوانند، ذکر میکنند، زکات میدن و عمل نیک انجام میدن و در دل خود پاکی، در ضمیر و اندیشه خود پاکی جای میدهند. به اینها علاوةً رحم و برکت و نعمتهای بیشمار معنوی و نابود شدنی هم نصیب می‌گرداند. رحمتها و برکات خاص وعده داده شده است. اگر در وجود شما با ذکر این ذکر الرحمن نرم خویی، آرامش پیدا شد، بدانید که دروازه های رحمت بیشمار الهی بروی شما باز شده است و عمل را ترک نکنید و همچنان معنوستر و مؤنستر شوید. همچنان خوی بگیرید با ذکر الرحمن. برای همه دعای خیر کنید و همه مخلوقات را دوست خود بدانید و همه انسانها را ببخشید و مهربانی کنید. برای بنده محتاج دعا نیز دعا کنید. السلام علیکم و رحمت الله.